من به خدا باور ندارم، تنها به علم باور دارم. همین طور می گفت طبیب سرطان مارکوس که باید به جلسه کاری پرواز میکرد، اما به اشتباه راه را گم کرد. خسته و گرسنه او به اولین خانه‌ای که دچار آمد در را کوفت. سلام خانم. علیکم سلام. من راه را گم کردم. می توانم از تلفن شما زنگ زنم؟ باید همکارانم را آگاه کنم. در اینجا علاقه نیست. بیرون هوا سرد است. بیایید چای نوشید، گرم شوید. وقتی نماز رسید بیایید نماز خوانیم. من به خدا باور ندارم. عذر، پس من نماز می خوانم. بله البته. خدایا، در جهان تنها یک انکولوگ هست با نام مارکوس. تنها او می تواند فرزندی مرا از سرطان نجات دهد. خودت کمکم کن. پروازی بیکار شده، هوای نامساعد، راه ناشناس. تقدیر خود مارکوس را به همین خانه آورد و محض همان وقت او به خداوند ایمان آورد.